این تیشچیلیسini میگود هزار برگی من گل کنه خلاص. اسماعیل حییتوف 91 ساله است. داروساز از دهه لکان شهر اسفره. گرمخانه دارد. بیشتر گیاه‌های شفابخش می‌پرورد. این رستینی که فقط طرف کلابا میسازد راست فرابش میگود این همین جگر سنگش میشه همین سنگ آب میکرگی این داروی سالوبولین گفتی که دارو میگیرد تازه ما اینو همین تخمش آورده این چیزی با ولایت لیل‌آباد با همین اسفره و لکام با شکر ماندگی مو این همین مهرگیات اون برده حاضر 10 گکتر میکارن همین تخمش عمل برده میکارن ازبکا این خودروی کوهانده پر شده خرابت است لیکن مقصد ما اینه که همه کوهانده بودگی چیزا پرورش به در آوردن. اسماعیل حییتوف میگوید در جستجوی گیاه‌های شفابخش اکثر منطقه‌های تاجیکستان را گشت. در ولایت‌های جنوبی قرقیزستان و ولایت فرغانه ازبکستان نیز در اکسپدیسیون یا سفری آموزشی بود. خریطه اکسپدیسی ما را کرماندگی که جواب رفته که ما از همین لیل‌آباد سر کرده اولا پامیر این اوش اینجا فرغانه چغزده اینجا آمده با من این طرف های قرغان تپه اینجا رفتم غرم رفتم با گشته ورزاب کتی با آمده خوجم با آمده اول برآوردگی کتاب ما نونی لکارس رسید سرید نیازی کتاب مخصوص ما فارماکاگنوز و مدیسین فیتوتراپی گیاه درمانی علمی گیاه درمانی به زبان تاجیکی در رستنهای شفا بخش تاجیکستان همش نشان دادگی این سالاتکا شیرین بیه شهر توزبا یک سال با تا 1000 تن ریشه همینه کوفته заводи Туркменистон ба бефасонем. Ҳозирам ки Южный Корея кати договора як фирма ҳамин ҷамъ кара ҳамунҷо ҳамин решаи худаша мефасонад. Лекин а реша хориҷанда камаш 20 хел ёки аз 20 зиёд доривораҳо мова дору шуда ворид мешавад. Мо ҳамин китобро ба забони тоҷикӣ бароварда истодем ки ҳамин китоба خواندنش استفاده بردنش عامه و فهم شود مردم تاجیکستان این فایده برد اپتیکا چقدر زیاد شود این نقص داره گرفتن دسترس کردن این نقص لیکن داروواری این چیزی زهر حاضر کن سیستمش دیگه که دکترها خودشان کسل تشخیص میکند رنگین میکند لابراتوری میکند تشخیص داشت دیاگنوز میماند موندن بعد داروخانه خودشان رفتم این نازویتی که من اپتیک با رفتم من داروی گرید اما ممکن نیه یکمش همون مردم همون آدم کسل خواستگی جاش با رفته گرفتن در کار داروی این یک دویمش همون وای کسل دکتر ممکن خیالشان ده همه خیلی پنیت باشد که اپتیک ما با سودا شود حاضر زمان همیخل شده ماند که همون متخصصی که همون طبیب باشدم همین اول درآمد با نگاه میکنند همین علم بنید درآمد یکم جانده شده ماند نزد بلنیسه ها مخصوص داروخانه‌های فیتوبر میگن فیتو اپتیکا میگن همین خیلی داروها تشکیل کردن شرط این یک دویمش کشتیکار کردن همین خیلی رستنهای شفابخش خزینه اگر همین خزینه طبیعت استفاده بردن برای ما هم وظیفه ما هم برای سلامتی آدمای نگاه داشتن هم عمر درازی و سبب اساسی همین سام میشد. قهرمان گزارشی ما سالها در بخش تندرستی کار کرده است. میگوید همیشه کوشش داشت پرورش رستنی‌های شفابخش را بیشتر کند. پرورش کردن رستنی‌های شفابخش تاجیکستان با تشکیل کردن در کار. وقتی که من وظیفه‌ام بودگی از ناحیه غانچی 10 گکتر زمین را ما برای کشتیکار کردن رستنی‌های شفابخش گفته گرفتگی بودیم. شهر بیسکی آلتای کوچات اولپیخه 5000 تاشه خریده زکاس کرده بعد از 3 سال تیار شده کوچاتش آورده
همون قانچه و شناندگی من از همون 83 و شناندگی تا حاضر یگان استحصالات مخصوص تشکیل شدگی نه. او جانبدار در شکل خام بیرون بردن گیاه‌های درمانبخش از تاجیکستان نیست. می‌خواهد از آنها در داخل جمهوری دارو آماده کنند و سپس به دیگران فروشند. محصولاتی که خدا ما می‌سازد همون داروهای نو تشکیل کردن این وظیفه همین روزه ما. حاضر فارماسیوتیک زوادا تشکیل شده اون مسائل است حاضر. لیکن اینا داروهای تیاری که دیگر زوادان در دیگر رسوبلیکان در میکند همونا تکرار کرده همینجا برآورده استاده. رستنی‌های داروهاریش ماده های فعال بیولوژی خصوصیت تاثیرات گنده نشان دادنش از خیمیایی کمتر داروهای خیمیایی باشد اگر و یگان ارگان تاثیر کردنش ممکن. اسماعیل جان حییتوف از نخستین داروشناس‌ها در تاجیکستان است. نامزد علم در همین بخش. تشکیل مرکز گیاه درمانی را تحقیق کرده است. اول کادرای تیار کردن در کار. کادرای تیار کردن، علمی کادرای تیار کردن. ثانی لابراتوری همه علمناک فارماسیوتا خودشون با یارش لابراتوری مخصوص تیار میکنن. و این لابراتوری ها مخصوص همون ساحاکتی کار میکنند. این چیز مونده نیست. معلومات عالی کتی تا 60 ساله یک تا من بودم. 60 سال با تاشکند تمام کردم دیگه. رسپوبلیکا و یک تا من اینستیتوت تمام کردم. دیگه نبود. معلومات عالی کتی. یکمین پرویزر معلومات عالی دار تاجیکستان من می باشم. 70 سال یکم نامزد علم داروسازی. علم داروسازی در تاجیکستان من برام 70 سال یک تا کاندیدات من بودم. فاکولتیت نبود، فاکولتیت کشادیم. فاکولتیت کشادگیش به حاضر 44 سال شد. 81 کشادگی قرار برآمدگی بود. 83 من رفتم. 83 84 85 86 4 سال کار کرده. کافیدرای کشاده داده. همشون جابجا کرده. سنیوان گلاون اپتیشن управление رفتم. گلاون اپتیشن управление گلافکا های وای راهبری من 13 گذراندیم. همه جانده یک تا مسئله که عاقلانه استفاده بردن رستنی‌های شفابخش تاجیکستان برای سلامتی آدم ها. همین دکلادا همه دکلادای ما همین اینجنده هم های که همین جنده همه دکلادای من بخشیده شده که عاقلانه استفاده بردن رستنی‌های شفابخش تاجیکستان. این دکترسکی دیسرتاسیون متریالاش من دیدم خیلی تبلیغات های کردن. همین دکترسکی دیسرتاسیون سینه حمایت نکردیم. همون من اینا کتاب کرده برآوردیم. کتاب من اینا های من مرکز کشاگان رسپوبلیکا و یک مرکز علمی عملی فیتوسنتر گیاه درمانی کشادن در کار. همین مرکز اول نرادنی مدیسین آموختنش در کار. دوم مسئله همین که علما تیار کردن در کار. ثانی همین اکسپدیسیون های راهبری کردن در کار. اکسپدیسیون گجا و کشتی کار کردن در کار سوخازا و انا این وقت در ثانی پریزوستوی دارو برآوری کردن در کار. همش ساحه های دکتری مدیسین مثلا حیات رستنی ها مثال اطلس طبابت کسلی ها این که دکتر و ما برای دارو دادن کسلی دانستن ما در کار داریم. این ازبکستان های این کافکاس های مثلا گفتیم که یا مثلا گفتیم که من زبان روس که رسیسکی های این همه کتابایی که ساحه ما و وابسته های همینای من کدام مسئله میباشه گفتم اول کتاباش میابم. دوامی چند سال جمع کردید این کتابا را؟ این برای همین سالای 60 من اگر ولایت با آمدگی باشم اگر همون وقت انگه کتاب از سال 50 گفتم ممکن. چون که من 53 و تکنیکوم تمام کردم. تکنیکوم دوشنبه ده تمام کردم که من تکنیکوم 53 سال با سال 49 من همین قشاق برفتگی بودم. 49 هفتم کلاس تمام کردم. همین 75 سال با من همین کتابا همش جمع کرده. ژورنال‌های صاحبه من اینجا
اینجا نیمیسی هم های، پولسکی هم های، وینگرسکی هم های، بلغارسکی هم های. اسماعیل جان حییتوف در 91 سالگی خود را بردم حس میکند. او سالمی و درازعمری آدمان را از طبیعت میداند. پدرم آیم همین یک سری 4 بار در آمده گذاشتم. طبیعت ناز میبینم. طبیعت به دیگه چیزایی هم ناز میبینم.